KGB'шники пешли бдагира бгу созиш кина микрофонта. Микрофон киштаги ай. Nafaqaxo'r, daraxan nafaqaxo'r. Go'yam chaqsham. Ey dur birov qamagum nafaqa xiri chanda nafaqa. Nafaqa chanda? 1050 so'mon. Ha, xidaki jo kor kardagi yaka. Man nazdik 50 سال universitet be kor kardagi. La havla ve la kuvvete illa billah. Hoziram kor doram. 50 سال universitet da kor karda shogird talaba ba in millat taqdim karda ast. 1050 so'moni ba hamin piramard ba hamin ustod dodan. Oyo in az ruy mardonagi va hamin peshvoy la'nat karda Allah hay. این همی آدم 50 سال به universitet شاگرد طلبه برای همین دولت ملت تقدیم کرده است ولی 1000 سومانی دادن برای ای آردش بخره، نمکش بخره، روغنش بخره، گوشتش بخره، داروش بخره، چیش بخره. اینا بخیر از نفقه من فرزندان کار میکند، آیلم کار میکند. تاجیکستان نفقه خود بخت 100% برسانه. نفقه شما استاد برای شما باید برساند 100%. باید خودت نفقه تا بگیری خوجا بیگرم برای استراحت کنی، ینگم گرفته اسفره رفته استراحت کنی، خودت باید با نفقه تا گرفتی در 4-5 ماه یک بار برای در دوبای در دولت استراحت کنی خطی ینگه. آیا اون نفقه خودت به همون جای زندگانیت گفته هستم گوشت تو در یک ماه به نفقه خودت تماما زندگی کردن نمیتونی؟ آیا همین دولت داریه؟ گوش کنید، اگر تاجیکستان در همون سالهای اولی استقلالیت خونریزی نمیشد و جنگ نمیشد و خراب نمیشد ممکن که نفقه مایان سال زیاد میشد. اکا جون نفقه شما زیاد است. نفقه شما را رحمانوف با سگا و کوچوکاش میدزدن. من رحمانوف شما نفقتون 10,000 سومانی باشد. شما استاد 50 سال در دانشگاه درس داده. شما افتخار این ملته. شما باید تاری سر شما را بوسه کرد. باید شما را عرش گذاشت. باید برای شما مدال جسارت و مدال داد که شما 50 سال استادی کردید برای این ملت. تکی در کجا فقط من نگاه که بسی که برتا نگاه نکه من نگاه گمزه خیلی گوش کنید محمد اقبال، من اکرام بنیاد کنم. من در اصل اینترنت به کلانشدگی دوری شوروی برای ملتم کم پول که آیلینگ نگیرم. یک بار همون تلفن تا یک طرف بودی عکس رحمانوف ببینیم. یک بار همون تلفن بالا که ما عکس رحمانوف ببینیم در پشتون. اکا جان یک بار هم تلفن از طرف بالا کنید اکا جان. منم بالا. انا عکس رحمانوف. این دخانت خودت همیتاری عکس میمونی. خیلی اکنون در جایی که نباشید اکا جان راست بگو. استاد گرامی راست بگو. خواهش بکنم شما 50 سال استاد بودید. شما مردی شریف، شما مردی بزرگوار، باید شما را مدال جسارت میداد رحمانوف در 30 سالگی استقلالیت. من اون شخصی شما در حکومت کدام نوعی حاضی در KGB کدام نوعی قرار دارید؟ با حرمت شیری سفید مادرم من یکم KGB کار نمیکنم. شیری سفید ولی دعوتت کردن. بازوری آوردنت. بازوری آوردنت که بسیدی محمدی بکرسا. نه بازوری هیچ کس آوردگش نه. من دعوتت کردن. تاجیکستان آدم ها فهمن یک بار آمده تاجیکستان دیگر شدگش دیدن در کار. آخه چی دیگر شبیشه ببینیم؟ هر روز برای ما داخل تاجیکستان زنگ میزنن یگان دیگرگونی نیست، وضعیت بدتر است، مردم از بهشت روی دنیا گریخته هستند. چی دیگر شده است؟ نفقه بالا است، جای کار است، ارزانی است، مردم راحت زندگانی دارد، ابله نیست، دکتر میتونه کار کرده، یعنی که دکتر رفته طبابت کرده میتوند. چی بهبودی در وطن که خودت میگوی که مردم بیان ببینن؟ چیشه ببینن؟ 50 سال زحمتی کاری کردگی شما را رحمانوف 1000 سومانی قدر دارد. 1000 سومانی قدر یک پیرمرد مسافده که 50 سال عمرش در دانشگاه مصرف کرده است. آیا این جای شرم نیست استاد؟
استاد جای اینجا شما شرمست. برای ملت شما از خدمت همین دولتی که شما را ظلم دارد حمایت داره. شما زیایی این ملتت، شما افتخار این ملتت، نه از پشت یک رحمانوف قیبچاقی پشت رحمانوف بگیری خودت. کجایی؟ من دیگر شما را باید یک فرد هستید که باید شما این ملت جسارت آموزید، نه اینکه چاپلوس باشید. استاد چاپلوسی فایده ندارد. من اکنون سلامت باشید، من بیشتر شما را عذاب نمیتیم دیگر. سلامت باشید استاد گرامی. الله سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. خوب انشاءالله که بله. خوب واقعا هم مردانی که در تاجیکستان کار میکنند، در تاجیکستان عمر به سر میبرند، ولی مثلا گفت نه در کدوم اداره اشتگی استاد در کدوم اداره اشتگی است با زوری گرفتن آوردنش که بازید محمد اقبال صحبت کند، ولی فایده ندارد. این استاد علم دارد، عقل دارد. چی میگه در مقابل سخن حق؟ هیچ گفته ای نمیتوند. خودتون دیدید که در اداره قرار دارد، خودتون دیدید که در یک اداره یعنی که یا مقامات قدرتی یا اینکه یگان حکومت قرار دارد. پس فهمیده می شود که یعنی این مردم تا چه اندازه را مورد ظلم و شکنجه و آزار و اذیت قرار میگیرند. الله عاقبت این ملت به خیر گرداند.